شجاعت امام علی از دیدگاه آخوند رافضی. اگر مرد با غیرتی همچون امیرالمؤمنین در خانه‌اش رو آتش بزنن، همسرش رو به شهادت برسونن، پیر نشه، کی دیگه پیر بشه؟ این اسوه شجاعت، قهرمان جنگاور صدر اسلام باید صبر بکنه، باید تحمل کنه، در این حالی که عزیزترین کسش که همسرش هست، دختر رسول خدا هست، اینجور مورد تعرض قرار میگیره و باید صبر بکنه. جناب آخوند رافضی، هرگاه همسر شخصی را جلوی چشمانش کتک بزنند و فرزندش را سقط کنند و او فقط نظاره‌گر ماجرا باشد، زیبنده نیست از شجاعت و غیرت چنین شخصی سخن به میان آورد. آخر این چه غیرت و چه شجاعتی است؟ آیا هیچ شجاع با غیرتی را در دنیا سراغ دارید که جلوی چشمانش با همسرش چنین رفتاری شود و او ساکت بماند؟ اصلا جناب عالی که نمیدانم میزان شجاعت و غیرتت در چه حد است، چنین چیزی را برای خود میپسندی؟ شما را به خدا قسم، علی را بیش از این در چشم جهانیان خوار و ذلیل نکنید و با دفاع بد به ایشان بیش از این اهانت ننمایید. مگر نمیدانید که بهترین هجوم بدترین دفاع می باشد؟ وای که دشمنی با عمر رضی الله عنه شما را به چه روزی انداخته است. کاش به این فرموده قرآن گوش می کردید. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. و نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید. عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیکتر است.